رهبران سیاره زمین، اگه اینو میبینین معنیش اینه که انسانیت هنوز زنده است. کسایی که الان دارن زندگیشون رو میکنن اصلا خبر ندارن که شما با دنیا چی کار کردید. ما درک میکنیم که شما زیر فشار شدید هستید، فشار برای ایجاد تغییر از درون یک سیستم کاملا فاسد. اما شما انتخاب کردید که یه رهبر باشید و این تصمیم مسئولیت هم به همراه داره. همین حالا که دارم با شما صحبت میکنم داریم به لبه پرتگاه نزدیک و نزدیکتر میشیم. ازتون میخوام به آینه نگاه کنید و بگید چطور به سوگندی که خوردین عمل کردین. از قدرت مقدسی که بهتون داده شد استفاده کردین تا فقط مجری یه فصل دیگه از برنامه بخور برین بخند باشین؟ آیا به موعظه درباره قانون ادامه دادید در حالی که عدالت خواهان مورد تمسخر قرار گرفتن یا در زندان کشته شدن؟ آیا مدام به ما میگفتید که اقتصاد در حال رشد در حالی که داشتید جیبای خودتون رو پار میکردین، اونم به بهای این نابرابری بزرگ که استانداردهای زندگی کارگران کشورتون رو خرد کرد؟ آیا به ریختن زباله در زمین آسمون ادامه دادید تا جایی که دیگه چیزی برای خوردن و نوشیدن و نفس کشیدن باقی نموند؟ یا شاید، فقط شاید گفتید که دیگه کافیه و بالاخره تصمیم گرفتید که با جنون مبارزه کنید. تنها چیزی که می‌خواستیم قانون و نظم و آزادی بود. واقعا اینقدر درخواست زیادی بود؟ اینکه مردم به عدالت مدنی عمل کنن و از قوانینی که تصویب میکنن پیروی کنن؟ آیا تمام حرفای شما در مورد آزادی و دموکراسی چیزی جز شعارهای تو خالی برای نوشتن روی کلاه بیسبال و بنر و فنجون قهوه نبود؟ آیا انتخابات ها واقعا آزاد بود یا چیزی نبود جز نمایش یه مشت دلقک؟ خب کدوم بود؟ به سوگندتون وفا کردین؟ میتونید با افتخار اینو به عنوان مدرکی بر پیشرفت ما به جهان نشون بدین؟ میتونین؟ یا نکنه میخواید اینو هم پیش خودتون نگه دارید همراه بقیه پرونده های سریتون؟